فروشندگان حرفه‌ای آدم‌های بسیار سیاستمداری هستند و کار فروششون رو با سیاست پیش میبرند. در نظر عوام سیاست به معنی فریبکاری و سوء استفاده از دیگرانه، ولی در علم فروش سیاست معنا و مفهوم بسیار خوب و خوشایندی داره و ما باید به بهترین شکل ممکن ازش استفاده کنیم. بیایید به اتفاق سیاست رو باز تعریفی کنیم. ببینیم سیاست چی هست. سیاست به معنی رفع تعارضات و اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است. فروشندگان حرفه‌ای آدم‌هایی هستند که میتونن تعامل ایجاد کنند و این تعامل از طریق گفتگو و مذاکره ایجاد میشه. پس در این بین سیاست حتما لازم هست. سیاستمدار باشید.